میگم چند سال بود دیگه ندیده بودم اینجوری کسی برنج پاک بکنه. ناخون قرمز و پیرن مشکی آخه. محمود میگم یه فکری به حال این پسر همسایه بالاییمون بکنیم. مگه چیکار کرده؟ بیادبی کرده؟ محمود خان غیرتی نشو، اصلا بهت نمیاد. نه بابا پسر بچه است. ای شو گرمامی هوس باز. بعضشون خوب نیست بابا، بالا سرش نیست. میگم میشه به جای اینکه میخواستی واسه من مانتو اینا بخری پولشو بدی اون لباس مشکی بخره میخواد بره هیئت. همین بچه‌ها اگر رفت هیئت یه بلا عملای سرشو بردن شما مقصرینا. اگه دوست دارم به خاطر اینکه دل بزرگی داری عزیزم. من که هرچی دارم مال توه، اونم رو چشم. محمود خان لیسری هم بلد نیستی، اکتت خیلی مسخره بود. محمود خانم یه دو مسخال شیرهی پشت یه ربی شیشه یب کرده نشسته پوکر فیس داره چورت بلاروسی میزنه ها. جایزه بهترین بازیگرم تعلق میگیره به پسر همسایه.